چرا ما باید تکنیک صحیح و اصولی وزنه‌برداری رو یاد بگیریم؟ یک، جلوگیری از آسیب ورزشی. تکنیک صحیح و اصولی وزنه‌برداری باعث میشه که ما کمترین آسیب بدنی رو ببینیم یا نه اصلا چرا آسیب برسیم. این تکنیک طوری طراحی شده که کمترین آسیب دیدگی ممکن به مفاصل، رباط، تاندون و سایر اندام‌های بدن وارد بشه. دو، باعث افزایش راندمان کاری میشه. راندمان کاری یعنی با صرف حداقل انرژی به حداکثر کارایی برسیم. تکنیک وزنه‌برداری طوری طراحی شده که شما به حداکثر کارایی ممکن در اوج عملکرد ورزشیتون میرسید. سه، اگر ما بتونیم تکنیک صحیح و اصولی وزنه‌برداری رو روی وزنه پیاده کنیم، بدنمون به تناسب اندام میرسه، حالت آناتومیکی طبیعی بدن حفظ میشه و باعث میشه که ما از ورزش کردن لذت بیشتری ببریم. چهار، اگر ما بتونیم تکنیک وزنه‌برداری رو صحیح و اصولی پیاده کنیم یا به اصطلاح تمیز پیاده کنیم، باعث میشه که ما پرستیژ ورزشی و اعتبار ورزشی خاصی پیدا کنیم. 5، باعث افزایش سن قهرمانیمون میشه. تکنیک وزنه‌برداری طوری طراحی شده که از لحاظ بیومکانیکی با عضلات و ساختار اسکلتی بدن سازگار میشه و باعث میشه در ورزشکاران حرفه‌ای سن قهرمانی بالاتر بره. چند تا مورد هم شما اضافه کنید.